گروه کارمندان مؤسسه دولتی جمهوری نامزدهای ترقی فرهنگی سال برابری مرز ذکرالله جابرов خادم کلان علمی شعبه ترمیم و باستانشناسی فاضل فضل‌دین و خادم کلان علمی شعبه فاند و مردم شناسی جابرов نرزالله حالا در شهر بخارای شریف در مقبره شاه اسماعیل سامانی قرار داریم و اکسپدیسیون علمی ما 3 روز باز در این شهر قرار دارد. حالا ما به زیارت مقبره اسماعیل سامانی آمده ایم. خداوند سلطان خداوند جایشان جنت راهشان شاد گرداند و ما از این بینایی که با یک شکوه و شهامت معماری بنیاد شده است بسیار حلاوت برده. جابرов نرزالله چون که گفتم خادم کلان علمی شعبه فاند و مردم شناسی ممنوعگاه، فاضل فضل‌دین خادم کلان علمی شعبه تعلیم برقرارسازی